جناب آقای علی کرد، نماینده محترم خاش، میرجاوه و بخش‌های نصرت‌آباد و کورین تشریف بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت سالار شهیدان و شهسوار کربلا را به امت اسلامی و ملت بزرگ ایران به خصوص به شما همکاران عزیز تسلیت عرض می کنم. با استعانت از ذات اقدس حق تعالی اینک بار دیگر فرصت را غنیمت می شمارم و سخنان خیش را با نام خالق یکتا و بی همتا شروع می کنم و بر منجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت درود می فرستم و مجاهدت های صحابه گرانقدر را در اقصا نقاط گیتی گرامی می دارم و بر ارواح شهدای گرانقدر از صدر تا کنون بر روح ملکوتی و پرفتوح امام درود می فرستم و برای مقام عظمای ولایت آرزوی طول عمر با برکت دارم و همچنین برای دولت مدبر تدبیر و امید در رفع مشکلات مردم و امور کشور آرزوی موفقیت می کنم و برای شما خادمین مردم در خانه ملت آرزوی تندرستی و موفقیت در همه امور را دارم. نمایندگان محترم مردم در خانه ملت، لازم به یادآوری است که طی مطالعات کارشناسی متخصصین با تجربه جهاد کشاورزی، پژوهشگران، دانشگاهیان و نخبگان حوزه وسیع انتخابیم را به ایران کوچک تشبیه کردند، زیرا که دارای تنوع آب و هوایی برای تولیدات انواع محصولات کشاورزی و میوه‌های درختی است. اما مردم مؤمن، متعهد، قدرشناس، مرزدار، میهمان‌نواز و با وفای این خطه از ایران اسلامی در تمام دوران زندگی در بلوچستان بزرگ، سرافراز و سربلند با هر گونه تجاوز بیگانه به خاک پاک جنوب شرقی کشور مبارزه نموده و از مرزهای پر افتخار ایران دفاع نمودند و در دوران پیروزی انقلاب اولین قشر و امتی بودند که به ندای بنیانگذار جمهوری اسلامی لبیک گفتند و در 8 سال دفاع مقدس همدوش سایر هموطنان دین خود را نسبت به کیان ایران اسلامی ادا نمودند که شاهد آن تقدیم هزاران نفر شهید، آزاده، ایثارگر و جانباز می باشد و هنوز در مرزهای شرقی کشور آماده جانفشانی و دفاع با هر گونه توطئه دشمن می باشند. آری برادران و خواهران گرانقدر، آیا مردمی با این وفاداری به کیان ایران سرافراز و تمامیت ارضی آن در 100 سال پیش و قبل بعد از انقلاب شایسته و لایق خدمت گذاری نیستند؟ همکنون برای مطالبات مردم تا آنجایی که وظایف مجلس است طلب کمک و استعانت می نمایم از شما و همکارانم، برادران و خواهران ارجمند. اینک مفتخرم که به عنوان خدمتگزار مردم حوزه انتخابیم مهمترین خواسته ها و مطالبات مردم را فهرستوار در این وقت زیغ جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و بهره‌گیری از پتانسیل های موجود در این مناطق از هر جهت در راستای بهبود وضعیت معیشتی، اقتصادی، توسعه سیاسی، اجتماعی و امنیتی به استحضار شما همکاران برسانم و تمنا دارم با همدلی، اتحاد در رفع این مشکلات مردم خوب، فهیم و مرزدار حوزه انتخابی خاش، میرجاوه و نصرت‌آباد این جانب را یاری کنید. خواسته ها: 1. برای زدودن محرومیت و توسعه نسبی اقتصادی و معیشتی مردم از کهورک تا روتک، از ریگملک تا ایرندگان نیاز مبرم به بودجه و پول می باشد. پیشنهاد می کنم که سروران عزیز و دولت اسلامی با اختصاص درآمد 1 روز بهای نفت را به توسعه استان بزرگ سیستان و بلوچستان اختصاص دهد تا در شاخصهای زیرساختی، توسعه صنعتگری، گردشگری، امور عمرانی، رشد و بالندگی و بالفعل درآوردن استعدادهای بالقوه صنعت، معدن، کشاورزی و دامپروری و بالا بردن نسبی معیشت مردم، اشتغال جوانان
تحصیل کرده، بهبود وضع بهداشتی عامه مردم، افزودن بر تخت‌های بیمارستانی و اعزام پزشکان متخصص در همه رشته‌های تخصصی برای ویزیت و درمان و معالجه مردم محروم، به خصوص روستاییان پرتلاش و سرافراز و توسعه آموزش و پرورش با آموزش عالی هزینه گردد. از همکاران استدعا دارم در صورت تایید و تصویب پیشنهاد همکار حقیرتان قیام کنید. 2. استدعا دارم دهستان وسیع پشتکوه که دارای همه ویژگی‌های جغرافیایی و اختصاصی میباشد به بخش سرحد بلوچستان ارتقا و تبدیل گردد. 3. از وزیر محترم کشور می‌خواهم که مرکز بخش‌های ایرندگان، کورین، لادیز و ریگملک مطابق مصوبات قانونی به شهر تبدیل شود. 4. با عنایت به اینکه هر روز شاهد تصادفات جاده‌ای دلخراشی در محورهای زاهدان به خاش، زاهدان به بیرجاوه هستیم، از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهم که در اسرع وقت نسبت به دوبانده شدن این محورها اقدام نماید. 5. در حوزه انتخابی این جانب کمبود فضای آموزشی و مدارس خشتی و گلی یکی از بزرگترین دغدغه‌های حوزه تعلیم و تربیت بوده است که با سند تحول بنیادین آموزش پرورش و منویات مقام معظم رهبری تناقض داشته، به طوری که در مرکز شهرستان خاش تعداد 22 واحد آموزشی به صورت دو شیفته با تراکم کلاس بالاتری از نرم تعیین شده فعالیت می‌نمایند. از دولت و مقام عالی وزارت آموزش پرورش می‌خواهم و انتظار دارم که پاسخ سریع و مناطی را داده. 6. در مناطق حوزه انتخابی شاهد افت شدید ولتاژ برق هستیم که باعث خسارات زیاد مالی برای مردم شده است. می‌طلبد که وزارت بقیه‌شو بدید به رسانه‌ها. برنامه و راهکارهای خویش را علی رغم اجرای طرح تحول سلامت در کشور و تلاش‌های بی‌وقفه وزارت بهداشت و درمان، هنوز شهرستان‌های خاش، میرجاوه مشکلاتی را در بحث بهداشت و درمان دارند. تشکر آقای کرد. کمبود پزشک متخصص در بیمارستان‌های خاش و میرجاوه، عدم راه‌اندازی اورژانس‌های 115 بین‌راهی در گوهرکوه، ایرندگان، پشتکوه، ریگملک، روتک، گراغه، حصارویه، گلوگاه، لادیز و چاهمد می‌طلبد که وزارت محترم بهداشت و درمان در این موارد اقدام نماید و برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان آن وزارتخانه بنگارد. 8. اقلیم خشک و عدم نزولات آسمانی در استان پهناور سیستان و بلوچستان و قهر طبیعت خوشتاری‌های متوالی آثار نامطلوبی را در زندگی قشر زحمتکش و دیوزفای روستایی و شهر تشکر می‌کنیم به طوری که اکثر منابع آبی، قنوات، چشمه‌ساره‌ها 2 دقیقه اضافه صحبت کردید. خیلی ممنون، متشکرم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بقیه هم بدید برسانه. 2 دقیقه و 23 ثانیه اضافه صحبت. خدا وکیلی نه دیگه، اینو بده برسانه. متشکرم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه.